من فکر میکنم که بیزینس آنلاین چون که الان جدید هستش یه مقدار برای دوستان هنوز مبهمه و هنوز از دنیای آنلاین خیلی اطلاع ندارن که یعنی چی که مثلا درآمدزایی آنلاین. من دوست داشتم اینجا یه توضیح بدم که بیزینس های آنلاین کلا جوری کار میکنن که اینا در کنار یه کمپانی دیگه میان کنار همدیگه پارتنر میشن و در کنار هم دیگه به صورت افیلیت مارکتینگ یعنی فروش غیر مستقیم کالا یه جورایی با هم همکاری میکنن و کالا به صورت غیر مستقیم به فروش میرسه. یعنی ما هیچ نقشی نداریم توی فروش اون کالا، ولی با خدماتی که ارائه میدیم توی این بیزینس آنلاین نمون در واقع کاری میکنیم که اون کالا به صورت غیر مستقیم به فروش برسه. کلا هر بیزینس آنلاینی به یک کمپانی اسپانسر کانکت هستش. خب کمپانی هم که ما اینجا داریم باش کار میکنیم و در واقع کاری میکنیم که محصولاتش به صورت غیر مستقیم به فروش برسه. یک کمپانی ژاپنی بسیار معتبر هستش که در واقع میشه گفت بیشتر از 5 دهه قدمت داره تو تولید محصولات پزشکی و محصولاتی که در واقع خودش داره. و این بیزینس آنلاین ما الان اومده کنارش با همدیگه اینا ستاپ کردن با همدیگه که در واقع بتونن این کارو این خدمات رو ارائه بدن افراد. حالا هم بازاریابی میشه برای اون کمپانی اسپانسر ما در واقع میتونه محصولاتش رو به فروش برسونه، هم که برای افراد کاریابی میشه و از این طریق میتونن بیان هم علم روز دنیا رو یاد بگیرن و در کنارش بتونن خدمات آموزشی ارائه بدن و در واقع کمیسیون ها و کارمزدها شامل حالشون در بشه. از دنیای آنلاین استفاده میکنید. همونجوری که الهام توضیح داد، کمپانی‌های بسیار معتبری بک آپ بیزینس آنلاینتون هستن. شما از تو خونه خودتون درآمدزایی رو در واقع یاد میگیرین که چطوری درآمدزایی بکنین و 100% اتیکال، اخلاقی، بر طبق قوانین مالیاتی کشورتون و اینکه قانونی هستش، مالیاتش رو میدین. یعنی هیچ مورد بدی هم توش نیست، چون همونجوری که الهام گفت هنوز برای بعضیا آنلاین جا نیفتاده. مطمئنم همینجوری هم بهتون یاد میدیم و اینکه همونجوری که الهام گفت 100% کالا داریم و کالاهامون هم خیلی فوق العاده است و در واقع برای سلامتیتونه، ولی شما مستقیم با کالا در واقع سر کار ندارین. اینجوری نیستش که مثل اون بیزینس هایی که خونشون کالا جمع میکنن و میبرن میفروشن یا شما باید به کسی مسج بدین و دنبال نتورک باشین. چرا این کمپانی رو، این بیزینس رو انتخاب کردی؟ خب من دلایل زیادی داشتم. خب خیلی از بیزینس ها رو آدم میشناسه، همین الانش هم هست اگه آدم بخواد بره. ولی خب اول از همه این کمپانی به خاطر همین الهام جون گفتش بالای 50 سال قدمتشه. خب یعنی این کمپانی درستی بوده که تونسته 50 سال رو پا وایسه. به خاطر این نمیدونم ایزویی که گرفته، به خاطر اینکه تو کل جهان شناخته شده است، اصلا مهمتر محصولاتی که داره میده. یعنی یه جوری کمک به طبیعت ما داره میکنه، به دنیا داره کمک میکنه. این محصولاتی که ما از این کمپانی داریم واقعا براش کار میکنیم خیلی مهم بود. مثلا برای من این خیلی مهم بود. اگه شاید یه کمپانی بود مثلا، این جدی میگم، شاید اگه مثلا مشروب سازی بود مثلا، شاید واقعا من دوست داشتم برم، چون اینو واقعا با عشق در موردش حرف میزنم، میدونم برای سلامتی هم هست، واقعا به محیط زیستمون هم داره کمک میکنه این محصولاتی که ما داریم از این کمپانی میگیریم. من همه جوره این کمپانی رو من واقعا برانداز کردم، دیدم از هر نظری که فکر کنید بهترینه. تمام دنیا که داره کار میکنه، بعد بهترین کمیسیون داره به ما میده. بهترین، یعنی فکر نمی‌کنم تو بیزینس آنلاین اینجوری که ما میتونیم پول در بیاریم کسی بتونه پول در بیاره.